خب دوستان یک مثال دیگه در مورد نقدینگی میزنیم به این شیوه، چون این ساختار نقدینگی و این شکل ستاپ ها این شیوه نقدینگی رو میطلبه تا بتونیم بهتر روش به اصطلاح ترید بکنیم. و خب میتونیم نقدینگی رو با روش‌های ریاضی هم پیدا بکنیم که شاید در آینده تو کانال در موردش صحبت بکنیم. اما خب در مورد نقدینگی ببینید، این برای این سقف ما، این سقف هانتیه، این هم سقف قبلیشه. خب نقدینگی مینور ما اینجاست. نقدینگی ماژور رو چجوری شناسایی میکنیم؟ سقف قبلی که قبل از هانت اتفاق افتاده یک منشأی داره، یعنی یک کفی داره. اون کفش رو عرض کنم خدمتتون به عنوان نقدینگی ماژور میشناسیم. حالا اینجا نقدینگی مینور به سمت پایین هانت شده و خب روند به صورت موقت سل شده. اما خب در مورد مثلا همین در مورد این دره بیایم صحبت بکنیم. ببینید نقدینگی خب مینورش میشه اینجا و خب اینم کف قبلیشه، دقیقا برعکس اون چیزی که در مورد به اصطلاح سقف توضیح دادیم. اینجا برای به اصطلاح روند صعودی مثال میزنیم. ببینید اینجا کف قبلیشه و خب شادو یا سایه قیمت به اصطلاح بالاترین سقفی که قبل از این کف اتفاق افتاده میشه ماژور ما. یعنی اگر این شادو به سمت بالا هانت بشه، روند کلی ما صعودی میشه و اگر به اصطلاح این شادوها به سمت پایین هانت بشه، روند کلی ما نزولی میشه. حالا ما اینجا چند تا مثال در مورد تقارن میزنیم و خب آینده چارت رو میبینیم که ببینیم کدوم یکی از این نقدینگی ها به سمت حالا همون نقدینگی هانت میشه و خب روند به کدوم سمت ادامه داره. ببینید ما اینجا یه سقف داریم. خب عرض کنم خدمتتون که این از نوک شادو و تا بدنه کندل رو ما انتخاب میکنیم که به اصطلاح به عنوان ستاپ تقارن. خب اینجا نقدینگی ما به سمت پایین هانت شده و خب ببینید این مرتبه اولی که ستاپ اون فعال شده و خب گفتیم بهتون که اگر حتی بین 1 پیپ تا 7 پیپ تلوراس هم داشته باشه، ما باید فعال سازی در نظر بگیریم، یعنی هم اسپرد رو در نظر بگیریم، هم چند پیپ تلوراس در نظر بگیریم. هم دفعه دومی که فعال شده و خب این هم نقدینگی ماژورمون که اگر خب به سمت پایین هانت میشد، ما میتونستیم دیگه روند کلی رو تو این تایم فریم سل در نظر بگیریم و خب همینجور که داریم میبینیم بعد از این که دفعه دوم این ناحیه فعال شد، دفعه سوم هم البته فعال شد. حالا شاید یه 1 به 1 داده باشه، اما خب دفعه سوم ما بهتون گفتیم که مجاز نیستیم روش ترید بکنیم و خب بعد از اون نقدینگی ما برای به اصطلاح آخرین کفی که تو سقف برای ما اتفاق افتاده بود که تونستیم نقدینگی مینور و ماژورش رو تعیین بکنیم، به سمت بالا هانت شد. ببینید وقتی هم میخوایم نقدینگی رو به اصطلاح شناسایی بکنیم، دو تا کف آخر تو سقف رو در نظر میگیریم. خب یکیش که منشأ، یکیش مینور میشه و بعدی میشه ماژور. برای مثلا پس کف هم میتونیم همین ترفند رو به کار ببریم. خب ببینید الان اینجا طی همون روز ما متوجه شدیم که روند به صورت به اصطلاح کلی هم صعودیه و خب اگر این شروط رعایت بکنیم میتونیم ترید بهتری داشته باشیم. حالا اگر مثلا اینجا رو منشأ در نظر گرفته باشیم برای به اصطلاح صعود، این میشده نقدینگی عرض کنم خدمتتون مینورش و این میشده نقدینگی ماژور. و وقتی این قسمت به سمت بالا هانت میشد، ما میتونستیم این رو به صورت کلی هم بگیم صعودی. اما چون یک سقف دیگری داریم، باید منشأمون رو آخرین دو تا کف نزدیک به سقف در نظر بگیریم و وقتی اینجا به سمت بالا هانت میشه، یعنی که روند کلی صعودی شده.